یک مهاجر آسیای مرکزی با نام اکمل که در سنت پترزبورگ همچون تاکسیست کار میکند، یک زن سالخورده را که زیر تأثیر دستورهای قلمرو قرار گرفته بود از فریب نجات داد. زن قصد داشت که به بانک رفته تمام پس اندازهایش را گرفته به قلمرو سپارد. تاکسیست اکمل وقتی به شبهه افتاد که مشتری به ماشین او نشسته پیوسته با شخصان ناشناس در تماس بود و درباره پول صحبت میکرد، به نظر می رسید که با افزایش حادثه های قلابی در روسیه خصوصا فریب افراد سالخورده، اکمل زود وضعیت را درک کرده و از بردن زن دست کشید. وی کمک خواست و همسایگان را که شناسان زن سالخورده بودند جیغ زد. یک جای آنها زن سالخورده را متقاعد کردند که تماس را با قلابان قطع کند و همین طور او را از فریب نجات دادند. Подойдите сюда! Это ее обманывают мошенники. Ей по телефону зомбируют, чтобы на кассу она пошла, все деньги забрала и отправила им. Ирина Михайловна, куда поехали? Вот, сестре, как, есть у нее родственники? Да, Родственникам позвоните муж, быстрее. Она сейчас все сделает, то, что они говорят. یک چند روز پیش در نتیجه رید نهادهای حفظ حقوق ترتیبات روسیه، آمانها در دست بلغه به یک ورزشگاه مشتزنهای مهاجر در شهر سنت پترزبورگ زده در آمده چند تن نفر را دستگیر نموده برای قیدگیری به کمیسریات حربی ارسال نمودند.